وقتی که صحابه میگوید که من شنیدم پیامبر صلی الله علیه و سلم را، این دلالت میکند که او از پیامبر صلی الله علیه و سلم مباشرتا شنیده است. برای آنکه حدیث های صحابه ها به دو گروه تقسیم می شود. همه صحابه ها همه علم را از پیامبر صلی الله علیه و سلم مباشرتا یعنی بدون واسطه نشنیدند. گاه ها می شود که به واسطه شنیدن، برای آنکه 24 ساعت همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم نبودند. حدیث های هست که محض به واسطه مادرهای مؤمن ها، به واسطه همسرهای پیامبر صلی الله علیه و سلم تعلیم گرفته میشه. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که بعد نماز خفتن وارد خانه گشتند، دیگر آن عملهایی که در خانه انجام دادند، چگونه خواب کردن، چگونه از خواب خیستن، چگونه طعام خوردن، چگونه نماز تهجد خواندن، چگونه با اهل و عائلشان معامله داشتن، ما اون حدیث ها را فقط به واسطه زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگر صحابه حتی میشنیدند. حتی بزرگوارترین صحابه ها مثل ابوبکر و عمر آمده از دختران خود که همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند، از آنها آمده میپرسیدند که پیامبر صلی الله در این باره چی گفتند، در این باره چی سنتی داشتند. و امام بخاری هم در صحیح بخاری باب التناوب فی العلم گفتند، باب درباره نوبت کردن در علم، یعنی به نوبت آمده علم میگرفتند. واقعا صحابگان کرام